چرا مغز انسان عاشق رنگ قرمزه؟ اگه همین حالا وارد یه جمعی بشین فکر میکنین چه چیزی زودتر از همه نگاهتون رو میدزده؟ یک لباس قرمز، یک گل رز قرمز یا حتی اکسسوریای قرمز. جالبه بدونین این اتفاق کاملا تصادفی نیستش. مغز شما هزاران ساله که یاد گرفته به رنگ قرمز بیشتر از رنگای دیگه توجه کنه. چرا؟ چراغ توقف قرمزه، چرا بیشتر نشونه‌های هشدار قرمزن و عجیبتر از همه چرا همون رنگی که نماد خطره روی فرش قرمز به نماد احترام تبدیل میشه؟ سلام دوستان عزیز، من معصومه عسکری هستم و اینجا ایل استایله، جایی که لباس رو فقط پوششی برای بدن نمیبینیم بلکه اون رو زبانی میدونیم که پیش از اینکه حرف بزنیم درباره ما صحبت میکنه. توی این مجموعه رنگ ها رو فقط از نگاه مد بررسی نمی کنیم، رد پای اونها رو توی روان انسان، تاریخ، فرهنگ و استایل شخصی دنبال میکنیم و امروز به سراغ رنگی میریم که شاید پیش از هر رنگ دیگه ای تونسته نگاه انسان رو به خودش جلب کنه، رنگ قرمز. رنگی که شاید بیشتر از اون چی که فکر میکنین روی احساسات، تصمیم‌ها، حتی برداشت دیگران از شما اثر میذاره. اگر از بیشتر مردم بپرسین رنگ قرمز چه حسی به شما میده، احتمالاً جوابایی مثل عشق، هیجان، انرژی یا خطر رو میشنویم. و نکته جالب اینجاست که تقریباً همه این جوابها تا حدودی درستن. قرمز رنگی سرزنده، مهیج، محرک و شهوانیه. این رنگ معمولاً با شور زندگی، هیجان، جسارت، اشتیاق و قدرت ارتباط پیدا میکنه. حالا به همین دلیل توی فرهنگ‌های مختلف هم توی جشن و عشق دیده میشه و هم توی هشدار و خطر. اما چرا یک رنگ میتونه این همه مفهوم متفاوت داشته باشه؟ پاسخو باید توی مغز انسان جستجو کنیم. از نگاه تکاملی رنگ قرمز همیشه نشونه چیزای مهم بوده. خون، آتش، حتی تغییر رنگ چهره هنگام خشم و هیجان یا شرم. برای اجداد ما توجه نکردن به این نشونه ها میتونست خطرناک باشه. حالا مغز به تدریج یاد گرفته که به قرمز سریعتر واکنش نشون بده. به همین دلیلی که وقتی رنگ قرمز رو میبینیم معمولاً احساس هوشیاری و آمادگی بیشتر پیدا میکنیم. توی روانشناسی این حالت رو برانگیختگی میگن. بدن آماده تر، هوشیارتر و متمرکزتر میشه. به همین دلیله که چراغ توقف قرمزه، تابلوهای هشدار قرمزن، دگمای اضطراری اصولاً قرمز طراحی شدن. هدف این نیست که شما رو بترسونه، هدف اینه که به مغزتون بگه به این موضوع توجه کن. طراحان سالهاست از این ویژگی مغز دارن استفاده میکنن. در واقع اونها فقط رنگ رو انتخاب نمیکنن، اونها میدونن مغز انسان چجوری اطلاعات رو داره پردازش میکنه. اما داستان قرمز فقط به هشدار ختم نمیشه. شاید معروف ترین نماد این رنگ فرش قرمز باشه. تا حالا به این فکر کردین چرا برای استقبال از افراد مهم فرش قرمز پهن میکنن؟ ریشه این سنت به هزاران سال قبل برمیگرده. توی گذشته پارچه‌های قرمز بسیار ارزشمند و برای پادشاهان، شخصیت‌های برجسته استفاده میشد. کم کم فرش قرمز به نمادی از احترام، اهمیت و افتخار تبدیل شد. امروز هم وقتی بازیگران، سلبریتی ها یا رهبران روی فرش قرمز قدم میذارن، در واقع یه پیامی به ذهن ما منتقل میشه. این فرد مهمه. جالبه که بدونیم که ما متوجه باشیم مغزمون این پیامو خیلی سریعتر دریافت کرده. همین اتفاق توی لباس هم رخ میده. وقتی کسی لباس قرمز میپوشه معمولا قبل از اینکه حرفی بزنه بیشتر دیده میشه. البته این به معنی بهتر بودن اصلاً نیست، بلکه این یعنی احتمال جلب توجه بیشتره. پژوهش‌های اندرو الیت، یکی از شناخته شده ترین پژوهشگران روانشناسی رنگ، نشون میده که رنگ قرمز بسته به موقعیت میتونه بر برداشت دیگران از جذابیت، اعتماد به نفس یا روحیه رقابتی فرد اثر بذاره. اما نکته مهم همینجاست که این همیشه یکسان نیستش. سن، فرهنگ، موقعیت، حتی نوع لباسی که قرمز رو توی اون به کار بردین، همگی میتونه این برداشت رو اصلا تغییرش بده.
به همین دلیل نمیتونیم بگیم که قرمز همیشه یک پیام مشخص داره و این دقیقاً همون چیزیه که رنگ قرمز رو به یکی از قدرتمندترین ابزارهای ارتباط غیر کلامی تبدیلش کرده. اما یک نکته مهم رو فراموش نکنید. قرار نیست همه ما از فردا لباس قرمز بپوشیم. هیچ رنگی برای همه بهترین انتخاب نیست. حتی خود قرمز هم فقط یه رنگ نیست. قرمز آلبالویی، قرمز زرشکی، قرمز مایل به نارنجی و کلی توناژهای دیگه که هر کدومشون حس متفاوتی رو دارن ایجاد میکنن. بعضی توناژها رسمی‌تر به نظر میرسن، بعضی توناژها گرمتر و صمیمی‌تر، بعضی‌ها جسورتر، پر انرژی‌تر. بنابراین فقط انتخاب قرمز مهم نیست. انتخاب توناژ متناسب هم بخشی از همون پیامیه که قرار ما منتقلش بکنیم. گاهی برای افرادی قرمز دقیقاً همون پیام اعتماد به نفس، انرژی و جسارت رو منتقل میکنه که میخوان. گاهی هم به تنهایی استفاده از اکسسوری‌های قرمز برای رسوندن اون پیام کافیه. گاهی اگه با شخصیت و یا موقعیت شما هماهنگ نباشه، ممکنه یک پیام متفاوت رو اصلا به دیگران برسونه. دیگران قبل از اینکه اولین جمله ما رو بشنون، اولین برداشتشون آخه از ظاهر ما ساخته میشه. رنگ لباس یکی از اولین بخش‌های این برداشته. در نهایت رنگ‌ها قبل از اینکه ما حرفی بزنیم پیام خودشون رو منتقل میکنن. اما این پیام فقط به خود رنگ وابسته نیست، بلکه به کسی که اونو میپوشه، موقعیتی که توی اون قرار داره و پیامی که میخواد به دیگران منتقل کنه خیلی بستگی داره. توی این استایل فقط هدف شناخت رنگ یا لباس اصلا نیست. هدف اینه که قبل از انتخاب لباس خودمون رو بهتر بشناسیم. چون وقتی شخصیت، موقعیت و پیامی که میخواین منتقل کنید و بشناسین، انتخاب رنگ و استایل دیگه یک انتخاب اتفاقی نیست، بلکه آگاهانه است. و شاید مهمترین سوال این نباشه که قرمز چه معنی داره، بلکه این باشه آیا قرمز که انتخاب کردی همون پیامی رو منتقل میکنه که واقعاً میخواین دیگران از شما دریافت کنن؟ حالا دوست دارم نظر شما رو بدونم. وقتی رنگ قرمز رو میبینین، اولین حسی که به ذهنتون میرسه چیه؟ عشق، قدرت، هیجان، خطر یا چیزای دیگه است؟ خوشحال میشم توی کامنت ها برام بنویسین و ممنونم که از ما حمایت میکنین.